سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی اوروج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: حل و فصل 21 منازعه و دشمنی در ولایات مختلف کشور از سوی وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر. توزیع 1000 بسته مواد غذایی برای 1000 خانواده در پکتیا. و سفر ترامپ به چین در ماه آینده میلادی. امروز شنبه دوم ماه هوت سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سماع شکایات میگوید که مسئولین این وزارت 21 منازعه و دشمنی را در ولایت‌های بلخ، سمنگان، ننگرهار، بادغیس، بامیان، بدخشان، زابل، تخار و غور حل و فصل کردند. این وزارت افزوده که این منازعات و دشمنی‌ها در پی اختلافات خانوادگی، نزاع‌های قومی، مسائل مربوط به میراث و سوء تفاهم‌های اجتماعی به میان آمده بود. بنیاد خیریه ملک سلمان عربستان سعودی برای 1000 خانواده نیازمند در مرکز و ولسوالی زرمت ولایت پکتیا بسته‌های مواد غذایی توزیع کرده است. سفارت عربستان سعودی در کابل میگوید که این بسته‌ها در چارچوب پروژه امنیت غذایی و کمک‌های اضطراری در افغانستان برای سال 2025 و 2026 میلادی ارائه شده است. وزارت امر بالمعروف نهی عن المنکر و سماع شکایات میگوید که محتسبین این وزارت 3 زن را در مرکز ولایت سمنگان از خشونت خانوادگی نجات دادند. با گفته این وزارت، زنان مذکور از سالها به این سو از حقوق شرعی خود محروم بودند. بعد رویترز به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ماه آینده میلادی به چین سفر می‌کند. در گزارش آمده که دونالد ترامپ در این سفر با شی جین پینگ رئیس جمهور چین درباره تمدید آتشبس تجاری و جلوگیری از افزایش بیشتر طرفه‌ها میان دو کشور مذاکره خواهد کرد. بر اساس گزارش این سفر از 31 مارس تا 2 آپریل سال روان میلادی انجام خواهد شد. این سفر در حال انجام می شود که سر محکمه آمریکا طرفه‌های گسترده ترامپ علیه کالاهای وارداتی را غیر قانونی اعلام کرده است. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین‌های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.